دو برابر زیاد انصاف نیست. پروینه جمعیوا ساکن شهر خوجند شکوه دارد که در عرفه عید سال نو میلادی نرخ محصولات به خصوص میوه ها در بازارهای دوشنبه و خوجند به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. یک کیلو انگور 130 سوم شاید میگذار کجا؟ من یک کیلو و یک تونم چی میگود؟ клубника هم 200 сомон гуфтост. Қоида 1 кило клубника 200 сомон ми. И клубника 5-6 сомон буд, ҳама мегуфтем ки парникови и слишками бад 200 сомон. Беҳад нархи қимат кардиштем. Мо розӣ нестем айн нарх. این بانو و دیگر مهمانان پایتخت در مقایسه نرخ‌های دوشنبه و منطقه‌ها میگویند اونجا هم قیمت شدگی، اونجا هم قیمت شدگی و به طریق دوشنبه نه. دوشنبه سلیش کم نرخ و قیمت. دیگر من نپرسیدم اینمی او و شخص اینمی او من در دهاتو همین 12 سمت دمو درجه 13 سمت. باید اگه ارزون بود. کنیش اینجا جوی آبتویش مردم اینجا میبره. هرچند برخی از تاجران میگویند نرخ‌ها در عرفه سال نو تقریبا تغییر نیافته است و شکایت بعضی از خریداران از گرانی‌ها بی اساس میباشد. خانم چی خیلی بدم خیلی مسئله تغییر نمیفته خیلی. مثلا اما ماندارین نگفتی که چند است؟ این شانه چی هم شده کنم. اینه که خریدارا میگن که نرخ‌ها بلند شدگی است هر سال نو. خیلیش قیمت بشه خیلیش ارزون بشه بزرگ خیلی. شماش خیلی است مورش. چی هم 40 فروت هستم 40 هم 35 بدم 35 میسال. ایش هم 15 بود 15. خاصی هم خیلی نمی اناناس ماندارین هم خیلی نرخوش. اینه که میگن در سال نو قیمت شده است. نه دروغه. شکایت ها از گرانشوی نرخ مال و محصولات خصوصا محصولات نیاز اول در تاجیکستان در عرفه عید و جشن ها زیاد صدا می دهد. هرچند مقامات در این روزها یارمارک و نمایشگاه های فروش محصولات برگزار می کنند، اما ساکنان چنین تدبیرها را برای پیشگیری از بالاروی نرخ ها مؤثر نمی دانند.